دوستان عزیزم، سلام مجدد. اینجا داخل کاخ نیاوران، اتاق پذیرایی محمد رضا شاه پهلوی و فرح پهلوی. انواع فرش‌های دستباف و دوسترایی که مال خارج از کشور ساخته شده، مبلمان‌های دستی و پیانو و انواع میزایی که میبینید کار دست شرکت خارجی هاست و 3 زن هنرمند که به توسط ماری لورنسن نقاشی شده. تابلوشو دیدیم و تابلو فرح پهلوی ملکه ایران که اون گوشه میبینید چون نور بیرون به داخل میخوره دید کافی نداره و حفاظای شیشه‌ای که قرار دادن برای اینکه داخل این محوطه نشیم، عکسامون یا فیلمامون یه خورده تار